آیت الله قزوینی و خیانتی آشکار. و جالب این هست که آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 183 آقایان مراجعه کنن، میگه پیغمبر اکرم امر به صوم عاشورا ولا یصومه. خیلی جالبه ها. یعنی ببینید آیا جسارت اهانت بیشتر از این؟ پیغمبر دستور میداد مردم روزه بگیرن ولی خودش روزه نمیگرفت. آیا این لما تقولون ما لا تفعلون اینجا را نمیگیرن؟ بینندگان عزیز، جناب آیت الله قزوینی چنان که عادت همیشگی ایشان هست، باری دیگر متوسل به تدلیس و دروغ پردازی و خیانت شده و سخن امام هیثمی را قیچی کرده است. امام هیثمی در کتاب خود این روایت را نقل می کند و سپس می فرماید و فیه ابو هارون العبدی و هو ضعیف. در این روایت شخصی به نام ابو هارون عبدی وجود دارد که ضعیف است، یعنی روایتش قابل قبول نیست. اما متاسفانه جناب آیت الله با کمال بیشرمی روایت را به هیثمی نسبت می دهد، ولی نظر ایشان را در مورد روایت ذکر نمی کند. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، اینطور دروغ، اینطور تزویر، اف بر این شرف، ای اف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، اینطور دروغ، اینطور تزویر، اف بر این شرف، ای اف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان.